این دختری شجاع افغانستانی در سن 23 سالگی الکای سختی‌های زیادی زندگی را پشت سر کرده است و خود را فریده معرفی نمود. سال گذشته او صاحب بورسیه برای تحصیل در یکی از دانشگاه‌های قزاقستان گردید. فریده می‌خواست دکتر شود و برای عملی گشتن این آرزویش به الماتا پرواز کرد. اما روند دریافت روادید تا ماه دکبر کشال یافت. در نتیجه تحصیل او یک باره از امتحان‌ها شروع شد. فریده از سنجش‌ها گذشتن نتوانست و روادید تحصیلش بیکار گردید. حالا فریده باید به وطنش اخراج شود. من در حال به مقامات قزاقستان درخواست پناهندگی دادم، اما پاسخی رد گرفتم. من میدانم که قزاقستان یگان گریزه را نوابسته از کدام دولت بودنش قبول نمی‌کند. اما باید به نظر گرفت که من نمیتوانم به وطن برگردم، زیرا در آنجا حقوق زنان پایمال می شود و من در خطر هستم. فریده در افغانستان از حقوق زنان دفاع میکرد. بعد آنکه قدرت به دست طالبان گذشت، خانواده این جوان دختر مجبور شد ترک کشور کند، زیرا برادرش وکیل پارلمان بود و خود فریده در یک سازمان غیر حکومتی حقوق بشر کار میکرد. پرونده من حساس است. من همچون یک فعال از حامیان آشکار حقوق زنان بودم. علاوه بر این، خواهرم در یک مجله آمریکایی به حیث محقق کار میکرد. من به آنجا برگشتن نمیتوانم. در وطن مرا مرگ یا دیگر جزای سخت انتظار است. از نزدیکان فریده در وطن تنها بابایش باقی مانده است. طالبان توسط او به فریده پیام رساندند. در آن گفته می شود که شورای نظامی امارات اسلامی افغانستان از او دعوت می کند از عملهای فعالش دست کشیده به وطن برگردد و در آنجا ازدواج کند. تمام جهان می داند که حالا در افغانستان چی روی داده ایستاده است. طالبان نمی خواهند که زنان در آنجا تحصیل کنند. به همراهی مرد به کوچه برآمدن و صحبت کردن برای آنها منع است. من بسیار می خواهم به وطن برگردم و در آنجا رشد کنم، اما در شرایط رژیم کنونی این امکان ناپذیر است. تنها پس از دخالت و تلاش به تکرار بیوروی بین‌المللی حقوق بشر قزاقستان، فریده بالاخره شهادتنامه درخواست پناهجویی را دریافت کرد. وکیل مدافع گلمیره قوادبک و میگوید کارمند حکومت الماتا که این حجت‌ها را قبول کرده است، گویا گفته است که برای تصدیق اصلیت سندها را به افغانستان می‌فرستد. وقتی او این حجت‌ها را سپارید، یک کارمند مقامات وکالتدار گفت که حتما این سندها را به طالبان می‌فرستند تا اصلی بودن یا نبودن آنها را تصدیق کنند. شما این را تصور میکنید؟ طبیعی است که این جوان دختر نه تنها برای جان خودش ترسید، بلکه بیشتر از همه برای نزدیکانش در هراس افتاد که دائم در گریز هستند. فعلا تمام اعضای خانواده‌اش در حدود ایران قرار دارند. در حال پس از به قیدگیری عریضه‌اش به فریده دادن مقام پناهندگی رد کرده شد. حالا وی در یک جایگاه با حامیان حقوق نیت دارد که از این قرار به دادگاه شکایت برد. فریده برای قانونی ماندن در قزاقستان 3 ماه مهلت دارد. اگر در این مدت مسئله‌اش حل نشود، باید به وطنش برگردد.